داستان تسلیم آلمان در جنگ جهانی اول رو حتما باید بدونید. این کمک میکنه که بفهمید چجوری هیتلر قدرت گرفت، شعارهاش چی بود و در چه فضایی یک روستایی بی‌سواد تونست رشد بکنه و تبدیل به یک دیکتاتور بشه. اگر این داستان رو ندونید نمیتونید واقعیت‌های تاریخی رو درک کنید و بیشتر اون چیزی که براتون بیان میشه اسطوره‌هاییه که بله آقای هیتلر سخنران خیلی ماهری بود، همه رو هیپنوتیزم میکرد، همه دنبالش رفتن، آلمانی‌ها از دموکراسی خسته شده بودن و این اسطوره‌هایی که هیچ کدوم با عقل و منطق جور در نمیاد و شما چیزی هم از اونها نمیآموزید. بنابراین برای اینکه بفهمید هیتلر توی چه شرایطی رشد کرد باید یه اشاره کوچیکی به جنگ جهانی اول بکنید. در طول جنگ جهانی اول آلمان 2 فرمانده بسیار مشهور داره ارتشش، یکی هیندنبرگ و یکی دیگه اریش لودندورف. لودندورف تونسته تو جبهه شرق به روسیه شکست‌های سنگینی وارد کنه، نبوغ نظامی شهره خاص و عام شده. بعد از انقلاب بولشویکی در شوروی که با کمک همین آلمانی‌ها هم صورت گرفت، آلمان با شوروی پیمان صلح برست-لیتوسک رو امضا میکنه و این پیمان خیلی به نفع آلمانه و اراضی بسیاری رو آلمانی‌ها به دست میارن. با خیال راحت وارد جبهه غرب میشن. در جبهه غرب فرماندهی ارتش رو مشترکاً هیندنبرگ و لودندورف به عهده دارن. بعد از ورود آمریکا به جنگ به نظر میرسه که این 2 نفر شکست‌هایی رو متحمل میشن و بعد از تحمل این شکست‌ها به قیصر آلمان نامه می‌نویسن که ما نمیتونیم مقاومت کنیم و بهتره که قیصر با متفقین وارد مذاکره بشه. قیصر ابتدا مخالفت میکنه اما بعد ماکس فون بادن وزیر خارجه رو مأمور به مذاکره با غربی‌ها یا متفقین میکنه. اون زمان وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکاست. فون بادن با ویلسون تماس میگیره. ویلسون شرایطی رو برای صلح قرار میده. لودندورف از این شرایط که مطلع میشه با صلح مخالفت میکنه و میگه جنگ رو ادامه بدیم. قیصر که قبلا با ادامه جنگ موافق بود ناگهان نظرش عوض شده و لودندورف و هیندنبرگ رو دعوت میکنه در یک جلسه ای و اونجا به شکل تحقیرآمیزی لودندورف رو اخراج میکنه. لودندورف از جلسه بیرون میاد، به سوئد فرار میکنه، در سوئد ازدواج میکنه، 2 کتاب مینویسه و بعد میاد یک اصطلاحی رو مطرح میکنه که بعدها مورد استفاده هیتلر قرار میگیره. این اصطلاح عبارت از اصطلاح خنجر از پشته و معناش اینه که آلمان به این دلیل شکست خورد که در داخل یهودی‌ها، سرمایه‌دارها و کمونیست‌ها بهش خیانت کردند و دلیل شکست آلمان ضعف ارتش اون نبود. اما اگر خاطرتون باشه همین الان گفتیم که لودندورف و هیندنبرگ خودشون به قیصر نامه نوشتن و گفتن ما نمیتونیم جنگ رو ادامه بدیم و این خودش یک معماییه که باید حل بشه. گفتیم در طول جنگ در شوروی انقلاب بولشویکی به وقوع پیوست و در واقع شوروی به وجود اومد چون قبلش امپراتوری روسیه بود. این انقلاب بولشویکی نگرانی‌های زیادی رو در همه دنیا ایجاد کرد. در آمریکا که یک دفتری به نام بیورو آف اینوستیگیشن یا دفتر تحقیقات درست شده بود، کار اصلیش رو گذاشت به مبارزه با کمونیسم. افراد جدیدی از سرویس مخفی استخدام شدند و یکی از مهمترین افراد و کارآمدترین افرادی که تا سال 1972 هم در FBI خدمت کرد، یعنی سازمانی که از این دفتر بعدها جدا شد خدمت کرد، نامش هووره و این آقای هوور نقش خیلی زیادی در استخدام افراد کاردان و مطلع در سازمان اطلاعاتی آمریکا داره. 2 نفر از افرادی که در این سازمان اطلاعاتی استخدام میشن نقش زیادی در به قدرت رسیدن هیتلر دارن که ما اون 2 نفر رو اسم میبریم. اولی اون زمان سروان و در نهایت سرهنگ ترومن اسمیته، یک فرد بسیار خوشتیپ، قد بلند در حدود 198 سانتی متر که پدرش هم با آمریکا خدمت کرده و پدر بزرگش
سناتور بوده. این آقای ترومن اسمیت یک افسر اطلاعاتی بسیار لایقه، اما در به قدرت رسیدن هیتلر و حتی مسلح شدن ارتش آلمان نقش اساسی رو داره. دیگری یک آلمانی تباره به اسم ارنست هانفشتانگل. این آقای هانفشتانگل هم قد خیلی بلندی داره و 2 متر قدشه و به خاطر قد بلند و بزرگی هیکلش بهش میگن کوچولو یا پوتسی. و این آقای هانفشتانگل هم نقش خیلی زیادی در به قدرت رسیدن هیتلر داره که در آینده بهش اشاره خواهیم کرد. هر دوی این افراد برای BOI یا دفتر تحقیقاتی آمریکا که یک سازمان اطلاعاتی آمریکا در اون زمان بوده کار میکنن که بعدها این نامش تغییر کرد به FBI. آلمان در جنگ جهانی شکست خورده، قرارداد ورسای بهش تحمیل شده و ارتش جدیدی باید ساخته بشه که فقط 100,000 نفر میتونن عضو اون ارتش باشن. هیتلر هم همونطور که گفتیم هنوز عضو ارتشه. برای اولین بار در این ارتش سازمانی درست میشه برای مقابله با بولشویک ها و کمونیست ها و به نظر میرسه که آمریکایی ها و آلمانی ها در ساختن این سازمان دارن با هم همکاری میکنن. لودندورف از سوئد سال 1919 به آلمان برمیگرده و به باواریا یا جنوب آلمان میره. اینجا جنوب آلمان نقش خیلی اساسی داره و بیشتر گفتگوهای دیپلماتیک و اتفاقهایی که میفته در جنوب آلمان میفته و دلیلش اینه که جنوب آلمان از نظر مذهبی کاتولیکه و اختلاف اساسی با شمال آلمان داره. شمال آلمان اکثرا سوسیال دموکراتن که یک حزبیه که تقریبا یک حزب کاملا کمونیسته، فقط با این تفاوت که روش‌های مسلحانه رو برای به دستگیری قدرت نمیپذیره و دموکراسی رو قبول داره، اما مالکیت خصوصی بر ابزار تولیدی رو قبول نداره. یعنی همون کاری که در شوروی حالا با دیکتاتوری انجام میشه در آلمان میخواد با دموکراسی انجام بده. البته همین حزب هم به همین شکل نمیمونه، درش انشعاب میشه، حزب کمونیست از توش میاد بیرون که روش شوروی رو انتخاب کرده، اسپارتاکیست ها میان از توش بیرون که خانم روزا لوکزامبورگ رهبرشونه و این دوتا یعنی اسپارتاکیست ها و کمونیست ها با هم متحد میشن و روش های مسلحانه رو برای به دستگیری قدرت انتخاب میکنن. توی یه همچین فضایی هستیم که فقط هیتلر شاهد 3 بار تلاش احزاب کمونیستی برای رسیدن به قدرت در همون منطقه باواریا. حزب سوسیال دموکرات که خودش سر قدرت به شدت این احزاب کمونیستی رو داره سرکوب میکنه و ارتش به نظر میاد که برای سرکوب احزاب کمونیستی کفایت میکنه. یک نویسنده روس که حالا شاید نظریاتش تئوری توطئه باشه و میگه تمام اینها برای اینه که آمریکا کنترل اروپا رو به دست بیاره و یک نبرد ژئوپلیتیکی، نشون میده که خود حزب سوسیال دموکرات به اندازه کافی برای سرکوب کمونیست ها قوی بود. ولی خب نمیشه فقط به نظر یک فرد یا یک تئوری باور داشت، اینه که باید تمام نظرات رو توی یک بحث تاریخی مطرح کرد. باواریا سرزمین جنوب آلمانه، مردمش بیشتر کاتولیکن. پروس شرقی هم بخش دیگه ای از آلمانه که مردم اونجا بیشتر پروتستانن. مردم این دو قسمت با هم رابطه خوبی ندارن. شمال آلمان اکثر مردم طرفدار کمونیست ها و احزاب چپن، اما جنوب آلمان چون مردم کاتولیکن ظرفیت بیشتری داره که حزب جدیدی به وجود بیاد. در این جنوب سازمانی که در ارتش کارش مبارزه با نفوذ بولشویک هاست تشکیل شده و فرماندهش کاپیتان کارل میر. کارل میر هیتلر رو میشناسه
و در کتاب خاطراتش اشاره میکنه که اون زمان هیتلر مثل سگ ولگردی بود که به دنبال ارباب میگشت. منم جذب سازمانش کردم. این سازمان کارش جاسوسیه و برای جاسوسی باید جاسوس‌ها رو آموزش بدن. هیتلر هم مثل بقیه به دانشگاه فرستاده میشه. یکی از معلماش توی دانشگاه پروفسور فدره که بهشون آموزش اقتصاد میده، اقتصادی که به یک نوعی ترکیبی از سوسیالیست و کاپیتالیست و هیچ کدومشون هم نیست. هیتلر شیفته این میشه و بعدها تو خاطراتش میگه من تازه فهمیدم چجوری باید با مارکسیست ها مبارزه بکنم. یکی از معلمای دیگه مولره. این آقای مولر یه روز به آقای کارل میر که فرمانده هیتلره میگه که تو بین دانشجوها یک سخنران طبیعی داری که میتونه سخنور خیلی خوبی باشه. البته یک روانشناس آمریکایی که سال 1943 کتاب روانشناسی هیتلر رو نوشته، در اون کتاب یادآوری کرده که شخصی به اسم اریک یان هانوسن که یک یهودی بوده اسمش رو تغییر داده و بعدها هم عضو حزب نازی شده و سوختن رایشتاگ رو پیش بینی کرده، سال 1920 به هیتلر آموزش سخنوری میداده. این فرد که حالا اسم اصلیش هرمان اشتاینشنایدر بوده، یک جور کلاهبرداری بوده که با هیپنوتیزم و علوم غریبه کار میکرده و ژست هایی که توی عکساش هست که شما ملاحظه میکنید شبیه ژست های هیتلر هم هست. این شخص با وجودی که اصالتا یهودی بوده و خیلی راحت یهودیتش کشف میشده، عضو حزب نازی بوده و اتفاقا یکی از کسایی بوده که اولین کمک های مالی کلان رو به حزب نازی انجام داده بوده. هیتلر به عنوان جاسوس استخدام شده، در جلسات احزاب شرکت میکرده، بحث میکرده. یه روز وارد جلسه یک حزب میشه به اسم حزب دوچه آربایت پارتای به آلمانی که به معنای حزب کارگران آلمانه. اونجا یه فردی میره بالای میز و شروع میکنه سخنرانی کردن که آقا ما باید ایالت باواریا از آلمان جدا بشه، ما نمیتونیم با این پروسیا بسازیم. هیتلر کنترلش رو از دست میده، میره روی میز و یک سخنرانی قرایی میکنه. مضمون سخنرانیش یه مقدار تاریخ جنگ جهانی اول، خیانت‌هایی که با آلمان شده است و اینکه چرا وضع آلمانیا به این روز افتاده است و به شدت از یکپارچگی آلمان دفاع میکنه. رئیس این حزب کارگران آلمان درکسلره. درکسلر از هیتلر خوشش میاد و ازش دعوت میکنه که عضو حزب بشه، اما هیتلر عضو ارتشه و نمیتونه عضو حزب بشه و اجازه مخصوص لازم داره. کارل میر بعدا می‌نویسه که لودندورف فرمانده من ازم خواست که اجازه بدم هیتلر وارد حزب بشه در حالی که هنوز عضو ارتشه و اتفاقا هفته 20 مارک طلا هم براش بودجه در نظر گرفتیم که وارد این حزب بشه. این حزب بعدها به حزب ناسیونال سوسیالیست به کارگران آلمان تغییر نام پیدا کرد و همون حزبی شد که بهش میگیم ناتزی. چرا ارتش آلمان انقدر نگران مسئله کمونیست و احزاب بود؟ برای اینکه این مسئله رو کامل متوجه بشید باید یک نگاه عمیق‌تر به اتفاقها و رویدادهایی که اون سالها توی اروپا در جریان بود بندازیم. احزاب کمونیستی در اروپا به شدت قوی بودن، مخصوصا در آلمان که بعد از شکست آلمان به خاطر بحران اقتصادیش بود. کارگران بیکار زیاد بودن، کهنه سربازایی که از جنگ برگشته بودن زیاد بودن و اینا همه میتونستن تومه‌ای باشن برای احزاب کمونیست. به همین دلیل ارتش آلمان نگران بود و از کمک‌های سایر کشورها هم استفاده می‌کرد. یکی از کشورهایی که در این زمینه به ارتش آلمان کمک می‌کرد آمریکا بود. آمریکا کشور نسبتاً خوشنامی بود که از درگیری‌ها به دور مونده، هرچند بر علیه آلمان وارد جنگ شده ولی هنوز آلمانی‌ها نگاه نسبتاً خوبی رو به آمریکایی‌ها داشتن. آقای وودرو ویلسون خودش رو به عنوان یک انسان دوست طرفدار صلح نشون میداد اون زمان و آمریکایی‌ها کمک‌های غذایی و کمک‌های مالی می‌کردن به اروپایی‌ها و تصویر خیلی خوبی از خودشون به نمایش در می‌آوردن. این بود که ارتش آلمان شروع کرد به همکاری کردن با ارتش آمریکا برای مبارزه با کمونیسم در آلمان.
و نتیجه این همکاری این شد که یکی از سرکردگان ارتش آلمان که اون زمان در سوئد ظاهرا حضور داشت و داشت کتابش رو مینوشت، از آقای کارل میر که اون هم جزو اطلاعات ارتش آلمان بود، میخواد که هیتلر رو استخدام بکنه و افراد دیگه ای رو هم استخدام بکنه و توی احزاب نفوذ بده تا اینا بتونن اطلاعات خوبی از اون احزاب داشته باشن و اگر اون احزاب کمونیستی هستن با اونها بتونن مبارزه بکنن. هیتلر عضو 555 این حزب بود، ولی در کتاب نبرد من میگه من عضو 7 این حزب بودم. هیتلر قطعا دروغ میگه در کتاب، چون اسنادی که از حزب هست و آقای درکسلر بعداً منتشر کرد نشون میده که ایشون عضو 555 حزب کارگران آلمان بوده. و هیتلر دلیل این که میگه من عضو 7 بودم برای اینه که تا سال 1922 که این حزب حدوداً 2000 تا عضو داشته، بگه که من 7 نفر رو تونستم بکنم 2000 نفر، چون من وارد حزب شدم، مسئول تبلیغات شدم، تراکت پخش کردم، روش‌های جدید که اکثرا هم روش‌های آمریکایی استفاده کردم و تونستم حزب رو رشد بدم. هیتلر وارد حزب میشه با اجازه لودندورف و مسئول تبلیغات حزب میشه، تراکت پخش میکنه و فعالیت خیلی شدیدی رو در این حزب انجام میده. سخنرانی های هیتلر مورد توجه قرار میگیره، چون سخنرانی های هیتلر از جنسیه که با احساس مردم بازی میکنه، یعنی بیان خشم مردمه و برای مردم ملموسه، حداقل در ایالات باواریا برای افرادی که تحصیلات کمی دارن و فقط خشم دارن از واقعیت موجود. این سخنرانی ها تا حدودی ملموسه و میتونه افراد رو تا یه حدودی مشکوک کنه. اما راجع به این سخنرانی ها آمریکایی ها و لیبرال ها خیلی افراط کردن، یعنی تنها با یک سخنرانی که مضمونش هم عموما تکراریه و سراسر خشم و نفرت نمیشه مردم رو جمع کرد یا یک همچین سازمانی به وجود بود. عوامل دیگه‌ای لازمه که یک عده‌ای میخوان اونها رو پنهان بکنن. به عنوان مثال خود هیتلر در کتاب نبرد من می‌نویسه که ما اگر نتونستیم حزبمون رو خیلی تو این 2 سال رشد بدیم، به این دلیل بود که ما مشکلات مالی داشتیم که تونسته بودیم قبل از کودتای آبجو فروشی که بعدا براتون تعریف می‌کنم مشکلات رو حل بکنیم. حالا اینکه چطوری حل کرده آقای هیتلر هیچ وقت بهش اشاره نمی‌کنه. اما ما ردهای دیگه‌ای رو داریم. یکی از ردهایی که وجود داره اینه که اصلا قبل از اینکه اسمی از هیتلر مطرح بشه یا حتی اصلا شخصیت جدی باشه، روزنامه نیویورک تایمز یک مقاله منتشر میکنه و در اون هنری فورد صاحب معروف اتومبیل سازی فورد رو متهم میکنه که به شخصی به نام هیتلر در باواریا یواشکی داره کمک مالی میکنه و کتاب ضد یهودی خودش رو هم داده به اون آقا که اسمش هیتلره و اون آقا گذاشته روی میزش. یعنی در واقع هنری فورد که قبلا یک مجله‌ای داشت که این مجله تماما توهین به یهودی ها بود و در آمریکا منتشر میشد، این مجله به شکل یک کتاب منتشر شده و روزنامه نیویورک تایمز که هنوز هم مقالش موجوده ادعا میکنه که این کتاب روی میز آقای آدولف هیتلر هست. خب سال 1922 حزب یه مقداری رشد کرده، جلساتش رونق گرفته، فعالیت‌های هیتلر خیلی تاثیر داشته و هیتلر تونسته بعد از حضور در این حزب که 1919 تقریبا شهریور 1919 بوده یا سپتامبر 1919 این حزب رو رشد بده و تا سال 1922 تقریبا یک حاله از شهرت از هیتلر هست، به ویژه اینکه روزنامه نیویورک تایمز هم اومده راجبش افشاگری کرده. اتفاقات زیادی افتاده، این حزب تونسته سازمان شبه نظامی‌های خودش یا SA رو تشکیل بده. گورینگ بهش پیوسته که خودش یکی از فرمانده‌های ارتش و نجیب زادگان آلمانه. لودندورف و اعضای ارتش، کسایی که طرفدار لودندورف بودن، به این حزب پیوستند. خود کارل میر به این حزب پیوسته و این حزب رشد خیلی خوبی رو داشته، البته نه اون رشدی که اغراق میشه که 100,000 نفر، 50,000 نفر، 20,000 نفر، ولی حدود 4-5 هزار نفر تونسته رشد بکنه. در این شرایط
ترومن اسمیت که قبلا ازش نام بردیم که افسر اطلاعاتی آمریکاست، میاد و وارد باواریا میشه. این قبلا تو قسمت دیگه از آلمان در قسمت دیگه مشغول به کار بوده. میاد به عنوان وابسته نظامی سفارت آمریکا در آلمان به باواریا میاد، با لودندورف ملاقات میکنه. لودندورف راجع به هیتلر براش توضیح میده و تصمیم میگیره که با هیتلر ملاقات بکنه. این ملاقات 1 ماه بعد از مقاله‌ایه که روزنامه نیویورک تایمز راجع به کمک هنری فورد به هیتلر منتشر کرد. وقتی که ترومن اسمیت با هیتلر مواجه میشه، اولین چیزی که در نامه به مقامات بالاتر مینویسه میگه که اون یک عوام فریب شگفت‌انگیزه و بعد میگه که هیتلر شانس داره که قدرت رو توی آلمان به دست بگیره و گزارشاتی که معمولا یک مأمور اطلاعاتی میده اونها رو به مقامات بالاتر منتقل میکنه که شما میتونید این گزارشات رو بخونید. ما برای اینکه برنامه طولانی نشه زیاد روی جزئیات نمیریم، ولی مضمون این گزارشات اینه که هیتلر میتونه قدرت رو به دست بگیره توی آلمان. این آقای ترومن اسمیت بعدها هم توی مسلح کردن حزب نازی نقش خیلی اساسی داره که اون رو توی برنامه دیگه‌ای بهش میپردازیم، یعنی مسلح شدن هیتلر، چون این برنامه راجع به قدرتگیری هیتلر که هیتلر چجوری رشد کرد. اما تسلیح حزب نازی و ساختن ارتش آلمان رو بعداً توضیح میدیم و دوباره نقش آقای ترومن اسمیت به عنوان وابسته نظامی آمریکا در آلمان اونجا برجسته میشه. خب برگردیم به بحث خودمون. آقای ترومن اسمیت بعد از ملاقات با هیتلر یک مأمور دیگه که حالا اگر شما بتونید نامی ازش توی 1000 تا کتاب پیدا بکنید، شاید تو 2 تا کتاب اسمش رو برده باشن از 1000 تا کتابی که راجع به هیتلر نوشتن، اگر توی این 100 تا کتابی که مثلا راجع به هیتلر نوشتن و 2 بار 3 بار اسم این اومده، اگر ازش چیزی هم پیدا بکنید میگن آقای تاجر بود، ولی در واقع اسناد و مدارکی وجود داره که شما الان روی تصویر میبینید که ایشون مأمور دفتر تحقیقات آمریکا بودن که بعداً شد دفتر تحقیقات فدرال، همون FBI، و زیر نظر آقای هوور کار میکردن که آقای هوور رو هم بهتون معرفی کردم و اسنادش دقیقاً وجود داره. نامه‌ها منتشر شده، از حالت محرمانه در اومده، ولی خب توی رسانه‌ها زیاد مطرح نمیشه. آقای هانفشتانگل یه همسر داره که همسرش آمریکاییه و با همسرش اومدن در آلمان و اونجا به هیتلر معرفی میشه. ایشون 2 متر قد داره، تحصیل کرده هاروارده، با تئودور روزولت دوست بوده، با فرانکلین روزولت هم دوست بوده، با خیلی از سیاستمدارهای جهان دوسته و ظاهرا در پوشش یک تاجر فعالیت میکنه و یک دفتر نشر هم در نشر آثار هنری هم در مونیخ داره. این آقای هانفشتانگل با هیتلر آشنا میشه و هیتلر دیگه از زمان آشنایی با ایشون تمام وقت آزادش رو در خونه آقای هانفشتانگل میگذرونه. هانفشتانگل کمک‌های مالی خیلی اساسی از جیب خودش حتی به هیتلر میکنه و در سفرهایی که با هیتلر به سوئیس میرن و در سفرهایی که میچرخن توی آلمان هیتلر رو همراهی میکنه. به قول خودش که یک خاطراتی هم خودش منتشر کرده، 2 بار هیتلر رو نجات داده. یک بار در این که کمونیست ها میخواستن بگیرنش و هانفشتانگل گفته که این نوکر منه که هیتلر خیلی بهش برخورده، و یک بار دیگه هم همسرش ادعا کرده که بعد از جریان کودتا و هیتلر میخواست خودکشی کنه و من نذاشتم.